تو این ویدیو دیزاین زیر کار و کاور با ژل رنگی رو یاد میگیری. سلام دوستان، امیدوارم حالتون عالی باشه. خوش اومدین به یه ویدیو دیگه. مانیکور و بسترسازیشو انجام دادم. میتونین تو ویدیوهای قبلی آموزششو ببینی. یه خورده از بیلدر کلیه رو با چند قطره از لاک ژل شاینتون ترکیب میکنی و بعد فرمه رو به اندازه خط لبخندمون برش میزنیم و نصبش میکنیم. یه خورده از بیلدری که ساختیم و از لبه آزاد میذاریم تا نقطه خروجا رو پر میکنیم. قشنگ فرم مربع رو مرتب میکنیم و 60 ثانیه توی یووی خشکش میکنیم. نوچی کار رو با یه پد و کلینزر میگیریم و فرم مربع رو سوهان کشی میکنیم. کناره های کارمون باید صاف باشه و لبه آزادمون هم باید صاف سوهان کشی بشه. با سرسوهان الماسه سطح کار رو یک دست میکنیم. بعد یک لایه از لاک ژل رو روی کل کارمون میکشیم. 60 ثانیه توی یووی خشک میشه و بعد با لامینت های رنگی آنالیز روی کارمون رو کاور میکنیم. اول یه لایه نازک روی کل کار میکشیم، بعد یه حجم بیشتر بهش اضافه میکنیم و با قلم طراحی اطراف کارمون رو خوب پر میکنیم. دست رو برمیگردونیم، اپکسش هم درست میکنیم و بعد برمیگردونیم. بیلیک کارتونم خوب چک کنین و بعد بذارین 90 ثانیه توی دستگاه خشک بشه و در آخر تاپ کات بزنین. اینم از انتهای کارمون. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. ممنون میشم سابسکرایب کنید و اون قلب پایین رو قرمز کنید. تا ویدیوهای بعدی، خدافظ.